بخشش ابدی یک ظرف پاک. ماشین ظرفشویی پاک شما سری اترنال. اویلا در ادامه مسیر تعادل و نوآوری یک روغن پخت و پز جدید معرفی می‌کند. بالانسر، روغن تراز اول. بالانسر اویلا. یاد بگیر از تنهاییات لذت ببری. گاهی برای تنهایی خودت جشن بگیر. تورینو، قهوه مافیا. سلام، من ساعت 10:30 شب 29 اسفند به دنیا آمدم. اون سال گربه بود که هر 12 سال یه بار تکرار میشه. اسم منو گذاشتم جهانگیر. سعی کنید تو سال گربه کنار من قرار نگیرید. این یک تهدید نیست، یه فرصت، یه پیغام بشر دوستان است. اگه خجل نکش یادتون باشه بابا قنبرم خوب میشناسیم. ما میتوانیم. اینم مامان سنمه. که من اینطور بی‌آبرو میکنید نمیگن این ننه بابای ما. همه میگن بابا قنبر آرزو داشته یه گریه کن داشته باشه. انقدر دور کرد و یه خورده هم کلک زد تا خدا از آسمون منو برشون فرستاد. هدیه جون 6 سالم، خیلی هم شیطونم. بابا قنبر هیچ وقت پولدار نیست، تازه خیلی هم خرابکاری میکنه. واسه همین ماما همیشه دستش عصبانی و هرس میخوره. سنجاق، جستجوی تمام خدمات تأسیسات و تعمیرات. ستاره 500 ستاره 20 مربع رو بگیر و در قرعه کشی جوایز سنجاق شرکت کن. ماکسیرول بهترین دوست خونه های شاد و پرماجراست. ماکسیرول، ابر دستمال در همه حال. جیولین شما را به دیدن این سریال دعوت می کند. جهان جان لباساتو درو. خسته باشی. چیزی شده جهان جان؟ دارم به سالایی که کنار هم بودیم فکر میکنم. روز اول آشناییمون یادته؟ مو به مو. جشنواره شعر کودک نیشابور.
من دانشجو بودم. وقتی رفتی رو سن پشت تریبون نظرمو جلب کردی. میکروفونو که گرفته بودی هم قد و قواره خودت کنی، صدای نبضمو میشنیدم. نفسم بند رفت جهان. نفسم میگم بند رفت. نفسم فوقم بند رفت. بعدش که درگیری کتاب فروشی شدم کمتر شعر گفتم. آره حیف. چقدر گفتم این مجموعه شغال چاپ کنم. سیمین جان فردا 30مین سال تأسیس اولین کتاب فروشیمون. عزیز. آره این روزا اوضاع کتاب فروشی اصلا خوب نیست. کلاً از صبح تا شب 10 نفر آدم میان تو. 10 نفرم خوبه. 10 نفرم. آره خوبه، ولی اون 10 نفرم میان آدرس میپرسن. آدرسم خوبه. ناشکری نکن جهان. اما محمود زنگ زد. چی گفت؟ گفت وامی که روی این خونه گرفته نتونسته پس بده. بعد پرسید گفت اگه توقیفش نخوام بکنن چیکار کنم؟ گفتم چیه اعتراض بنویس. هر کاری دستمون برمیاد باید واسش بکنیم. آره. کلاً کرایه خونه 60 متری داره ازمون میگیره بابت این قصر. ولی به هر حال خیالش راحته وقتی ایران نیست ما از خونش مواظبت میکنیم دیگه. ها؟ ولش کن. آره ولش کن. الان چند وقته هر موقع تنهاییم داریم از بیپولی و بدبختی حرف میزنیم. آی گفتی. 2 دقیقه کسی نیست. ول کن این حرفا رو. بذار خودمون باشیم. خود بیا به غیر از عاشقانه هامون امشب به هیچ چی فکر نکنیم. چشمون رو ببندیم با عاشقانه هامون فکر کنیم. باشه. کجا؟ من نمیگی چشامون رو ببندیم با عاشقانه هم فکر کنیم. همینجا دیگه. کسی نیست. کسی نیست. آره. فرق نمی‌کنه. آره. ببند. آخ سیمی جان. حالا بدهی چقدری هست؟ 60% قیمت کارشناسی این خونه. خیلی پوله. خیلی. بی خیال. فراموشش کن. امشب به غیر از خودت به هیچی نمیخوام فکر کنم. آره. فقط تو. ببند چشاتو. راست میگی؟ آره. راست میگی. دل بده. ببند. بستی؟ بستم. منم بستم. هی سیمی جونم. جان. میگم این که وضعش خوب بود. چی شده دفعه اینجوری خورد به خنس؟ جان میخوای کلن عاشقانه هامون رو تعطیل کنیم برسیم به مشکلات هم محمود؟ نه قربونت برم. آره. نه شرمنده. والا. ببخشید. والا بذار ذهنم مشکلات مشغول هم شده. ببخشید. نه تموم شد. ببند. تموم نمیشه. دیگه ببند. میخوام بریم تو عاشقانه ها. بریم. رفتیم. بستی چشتو؟ بستم جهان بستم. ای خدا. سیمین جان که تمام جنگ های جهان از جایی نزدیک جغرافیای چشمان تو آغاز شد. تو بانکتون نمیتونی واسش کاری بکنی؟ الان عمو محمود وسط جغرافیای چشمای من چیکار میکنه؟ الان وسط این همه بدبختی و گرفتاری پول اجاره خونه اضافه و جابجایی و پول بونگا و اینا رو کم داشتیم. پریشون نشو جهان. نرو استقبال بدبختی. اعتراض نوشیم بذار جوابش بیاد دیگه. خب باش قربونت برم. خدا نه. شرمنده. نه بابا. وسط این همه گرفتاری من نمیدونم اگه تو رو نداشتم، اگه حمایت های تو نبود چی کار میکردم؟ حالا جوابش کی میاد؟ یعنی بیاد خودت میگی دیگه. میگم جواب. یادت که نمیره. نه زغال بذارم بذار خستگی در زغال بره. نه. بذار زغال بذارم بالا کاری نداره که. بشین. فردا صبح زود کار مهم دارم. اشکال نداره عاشقانه اون رو بذاریم یه شب دیگه. نه شرمنده. نه دشمن شرمنده. جبران میکنم. ببخشید. ذهنم مزه. آره پریشون نشو جهان پریشون نشو. قربونت برم جبران میکنم. شرمنده. من رفتم بخوابم. شب بخیر. کاری نداری؟ نه
مجید سپیده مامانی بشینید. ببخشید من الان وسط یه کار خیلی مهمی هستم. میتونم دیرتر بهتون ملحق شم؟ سیستم امنیتی شرکت ممکنه هک شه. تو نگران یه شرکت فکستنی، من نگران ستون این خونم. پدرتونو میگم، ستون خانواده. مامان جان ببخشید میشه زودتر ماجرا رو بگین؟ من ساعت 10:30 لایو شکوفایی در بحران دارم. اون 32 تا فالوورت به جای ساعت 10:30 مگه 11 شکوفا بشن نمیشه؟ 33 تا مامان جان. خودمو حساب نکردم. خودتون حساب کنین. چه جوری حساب کنم؟ چه جوری خودمو حساب کنم؟ مامان جان بابا میشنم. پدرتون میخوره. چی میخوره؟ قرص میخوره. بالاخره تو سن پدر خوردن قرص تقویت جسمی لازمه. قرص ضد افسردگی میخوره. من میگم این مرد مدتیه منو بانوی رویام، روشنی چشمام صدا نمیزنه. تو نگو این تو دلش آشوبه، با خودش تو تلاطمه. من یادم نمیاد بابا تا حالا شما رو اینجوری صدا کرده باشه. نفهم بفهم همه چی رو که جلو شما نمیگه. مامانی ببینید توی دنیای نرم افزار ما طبق داده ها عمل میکنیم. الان داده های ما برای اینکه پدر جان معتاد کافی نیست. من میگم شاید تفریحی مصرف میکنه مجید. آفرین. خاک بر سرت. خاک بر سر من چرا؟ خاک بر سر من که این اتاق فکر رو انداختم. کی تفننی قرص ضد افسردگی میخوره؟ نمیخورم. کاش من بمیرم. مامان کاش من بمیری که چی بشه؟ کاش بمیرم. مامان میگم که تا مطمئن نشدیم این قضیه رو هیچکی نباید بفهمه. آفرین نگاه کن مجید، نظر ملیسا هم همینه. یه دقیقه. چرا؟ یه دقیقه درش بذار این قرص از گلوی بابات بره پایین، بعد مخابرش به کن. جون سعید میشنم. چی رو میشنوه؟ ببین این میشه نقص تو زندگی، فردا میشه جدل، دعوا، سر صدا. بذار تو گوشه. مامانی من میگم شاید بیکاریشون به خاطر افسردگیشونه. آقا میخواین از شنبه بیارمش پیش خودم مشغول کار کنمش؟ ها ریشه افسردگی پدرتون تو بیکاری شماست. یه دقیقه یه دقیقه اونو وردم. چیش؟ وردم. تو بیکاری شماست. بی فکر عمل کردی، بیکاری نامزد کردی. بذار. خدا شکر من یکی دیگه مستقلم، نقاشی خودم میفروشم دیگه، مستقل شدم، سروار نیستم. آره خوشحال. جان. اون که هفته یه بار به صورت ناشناس نقاشی تو رو میخره پدرتونه. واقعا؟ آره چه انقدر چونه میزد؟ ول کنین اینا رو، ول کنین. پدرتون افسرده است. فردا شب 30مین سالگرد افتتاحیه کتاب فروشیشه. بیاین سورپرایزش کنیم، خوشحالش کنیم، براش جشن بگیریم. من براش کوفته درست میکنم، خیلی هم دوست دارم. ملیسا هم کیک هویج درست میکنه که پدر خیلی دوست داره. دستش در. منم که عاشق کیک هویج. چیزی نیست حک شد. سعید صدامونو بنداز. انداخت. پس چی شد؟ فردا شب براش جشن میگیریم، سورپرایزش میکنیم، خوشحالش میکنیم. پمپاژ روحیه. همینجوری پمپاژ روحیه. خدا رحم کرد گفتم یه امروز رو طبیعی رفتار کنی. ملیسا جان شما کی صبحونه آب ما بودی که دفعه دومت باشه؟ خب سیمین جان منم دوست داشتم کمک کنم پدر جان قرصو بذارن کنار. پس فردا نخواین قضیه قرص خوردن بابا رو بزنید تو سر ماها. با عزیزم این چه حرفیه میزنی؟ مشکلی که واسه هر کسی ممکنه پیش بیاد. پدر منم اگه دختری مثل تو داشت الان قرصی شده بود. بش بگین یه پس هم دیگرم بزنید. خوبه گفتم میخوام به پدرتون کمک کنیم. ببین چی میگه آخه. کشته ندیم خوبه. بیا برو اونور. زغال ساج ما در دیگه نه؟ ما چه زغال دیگه ای داریم تو ای ول زغال. من 2 میخورم. شما 6 تا بخور، فقط زیاد حرف نزن، طبیعی رفتار کن، طبیعی رفتار کن. ببین چقدر دارم بهتون، با تو هم هستم سعید. بیا بشین. من نخورم فوتی میدم. اینو بسیم. اینو بیا بشین، یه دقیقه بیاید بشین، من بهتون بگم طبیعی، خیلی طبیعی رفتار کنید. میگم بهتون بیاید بشینید. من چروک میشم ببخشید. سلام. سعید مجید چی تخم مرغ بردار بیا راحتم.
سعید بشی. عروس خانم اینجا چی کار میکنه؟ خیلی طبیعیه جهانگیر خان. امروز صبح هوس کردم صبحانه رو کنار خانواده همسرم میکنم. خیلی خوش اومدی. خیلی طبیعیه، همه چی طبیعیه، همه چی طبیعیه. نیمرو بذار برای بابات. بیا نیمرو خور. جهان امروز پرهیز نداریم. گفته باشم کره با پنیر میخوری یا با مربا؟ فرق نمیکنه، دستت درد نکنه. بیا تخم مرغ. سیم اینجا. جان دیشب تو لباسای من چیزی پیدا نکردی؟ جان چه قرصی؟ چه قرصی؟ من قرص پیدا کردم بچه‌ها؟ قرص پیدا کردم؟ من قرص دیدم؟ من قرصی ندیدم. من گفتم قرص؟ نه فاکتور موبایلم که تعمیر کردم گم شده. من چیزی تو جیب پدرتون پیدا کنم بهش نمیگم؟ چرا همیشه میگه هر وقت تو جیب ما اصلا تو جیب ما پیدا کنید. واقعا خوش به حالتون جهانگیر خان که یه همچین خانواده شادی رو تشکیل دادین. شما الگوی پدر من هستین. حق داره پدرت. واقعا؟ بله. میدونین عکس شما رو زده رو در یخچال کنار کی؟ مسی. مسی کیه؟ یه فوتبالیست برزیلیه پدر جان. ما ملیسا جان یکی از خوشبخت ترین و شادترین و بهترین خانواده های دنیایی. حالا بهترین هم نباشیم قطعا جز 5 تای برتریم. 5 تا هم خوبه. صبر کن ببینم. جان خبریه؟ نه چه خبری؟ خبری نیست. چه خبریه؟ همه چی طبیعیه. برای افتخار کردن به پدر مگه باید خبری باشه؟ لطفاً به افتخار پدر. بس اینا همه به خاطر وجود توی جهان. این شادی به خاطر توه. آخه دیشب یه خواب بد دیدم. خیر انشالله. خواب دیدم یه مردی اومده بود توی اتاق خوابمون، یه دونه چاقو به این بزرگی رو تا دسته فرو کرد تو پیجاما. خب خدا رو شکر. خیره روشنیه، اصلا چاقو تو خواب روشنی. اصلا میگن اومده کاره. رزق و روزی تا دسته میخواد فرو بره تو زندگی ما. خیره آره جان. مامانی من میگم به مناسبت این خواب خوشم پدر جان قهوه زغالی درست کن. منم زغال گذاشتم پدر جان. آره بابا. نه بفرمایید. خیلی خوب جهان دیشبو که پیچوندی ولی الان بچه‌ها منتظرم. بیا قربونت پاشو. بفرمایید. خیلی خوب. پاشو پدر. پاشو. عجله نکن. وقت داری. جان یه دقیقه صبر کن یه دقیقه. بچه‌ها تا حالا خودتون نپرسیدید چرا من قهوه رو درست نمی‌کنم هیچ وقت؟ نه چرا؟ چون من عاشق صدای این فسیم که جهان وقتی این زغال داغو میندازه تو قهوه این فس و فوستش قلب منو تکون میده. چه عاشقانه. با همین فس و فوست عاشقش شدم. مامانی تابلو نکن دیگه. زغال و هر کی بندازه تو قهوه همین صدای فس میده دیگه مجید ها. نفهم این فس و فوست بابات با همه فس و فوستای دنیا فرق داره. بنوزم. برو بنداز. برو خدا نگهدارت باشه. برو بنداز. موفق باشی پدر. بیا جهان بیا سالی تو بابا. بیا جهان عالی هم. بیا نخوردی بابا. خوردم. زرده تخم مرغ با کره برات لقمه بگیرم. آره. نه بخور. پرهیز نداریم امروز. خدا رحمت کنه مادر بزرگم. خدا رحمت. این ایده زغال ساج تو قهوه مال اون بود. من عاشق بوی دودیم که به قهوه میکنه. یادش بخیر اوایل رابطمون هر وقت مجید به بابا تعارف میزد بیا تو بابا برات زغال گذاشته فکر می‌کرد برای چیز دیگه ایه. برای چی؟ پدر جان منو نگاه کن. یه روز شاد برای یک خانواده تراز. ما خیلی ترازیم. بله. خیلی شادیم. خیلی خانواده پرشوری هستیم. خیلی طبیعی نیستی نون بخور. خوشحالم که انقدر انرژیتون بالاست. به خاطر وجود توی جهان. قربونت برم. من باید برم سر کار.
شما بشینید همینجوری ادامه بدید حسابو نتونه بکنه. کسی چیزی گفت؟ کسی پدرتون ناراحت کرد؟ آره؟ مامان جان به من پدر جان همیشه همین ساعتا میره سر کار دیگه. میره؟ طبیعی. چیزی نشده، من فقط سیر شدم باید برم سر. جا راست بگو به من. برو سلامت پدر. برو. شما بشینید. نه بشینید. میایم تا دم در. انرژیتون رو دست ندید. شما بشین صبحونتون رو بخورید. خدا نگهدار جهانگیر خان. خداحافظ پدر. جهان این طبیعیتون بود؟ جلوگیری از سایش قطعات موتور در شرایط گوناگون. روغن موتورسیکلت جیرو 3X کاسپیان، پرتوان مثل یک قهرمان. ببخشید حالا شما رو هم دارم سرپا نگرم دارم. ما که فضول زندگی مردم نیستیم، ولی من فقط بودم آقای یوسف چرا زنه رو طلاق داد. حالا بین خودمون باشه، زنم چیز زنیتی هم نداشت، ولی حالا طلاق چرا؟ متاسفانه طلاق خیلی زیاد شده. آره ببین، ولی شما قدر زنتو بدون، با اینکه اجاقت گروه زن صداش در نمیاد. ای بابا خانم شما به زندگی ما چی کار داری؟ اعصاب نداری یا؟ یه تعارف هم نکرد. سلام آقا جهانگیر. سلام نایت خانم، چه خبر؟ سلامتی. بی خبر. هر چند قدیم گفتم بی خبری یعنی خوش خبر. چی شده؟ چرا گرفته ای؟ نه خوبه. نه ببین، قصه دنیا رو بریز دور. الان خوب بود مثل اون یارو اجاقت کور بود. واکو کی؟ آقا سیروس؟ نه بابا، اون که زن و بچه‌اش در به در دنباله نه. یه کاری کنم اجاقش کور شه، بی صاحب کور نمیشه. نایت خانم منو که میشناسی. بابا اصلا راضی نیستم که پشت سر مردم حرف میزنی. ببین من که پشت سر مردم حرف نمیزنم، مردم خودشون میان حرفاشونو به من میزنن. ببین اصلا این سینه من محرم اسرار هم است. شما مگه کاری حرفی چیزی داری به من بگو، با من راحت باش آقا جهانگیر. امروز گفتم ناهید خانم بیاد خونه رو تمیز کنه. نبینم نشنوم کسی از دهنش بپره که پدرتون خوره. چی؟ قرص میخوره. اگر کسی هم نمیتونه جلو زبونشو بگیره همین الان بره تو اتاقش. خوشگل من بریم. مجید. کجا؟ اگه شما دوتا هم نمیتونی جلو زبونتون بگیرین همینجا جلو چشم من باشید. مامان جان، من که دهن‌لق نیستم. با تو نیستم مامان جان. ها؟ ظاهرا منظورتون منم ها؟ خب بدونید و آگاه باشید من اگه بخوام راز نگه دارم این دارم. آره بچم راز نگه داره. نمیگه. پس چی شد؟ خیالم راحت باشه. بغض نکن مامان جان، خیالت راحت. به قول پدر که همیشه میگه بغض نکن مجید. نه ماما آرومم. میگه ما یک خانواده ایم. آره. مثل کو پشت هم. آره مثل یک کو پشت همیم. پس ببینید اومد مثل کو عادی طبیعی باشه. بلش کن کوه بله باشه طبیعی باشه. سلام. خوبی؟ چطوری؟ خوش اومدید. سلامت باشید. آقا جهانگیر جلو دردم چرا اینقدر دماغ بود؟ نه پدر جان خیلی هم سرحال بود وقتی که رفت. بله خیلی سرحال شاداب. سعید جان تو به من بگو چی شد؟ به خاله نایدت بگو. مامانی من وقتی تمرین یوگامه. آره لطفا کسی مزاحم آرامشم نشه. بچه‌م یوگا داره. نه من دیگه مطمئن شدم یه خبری شده اینجا شما به من نمیگید. خبری نیست. نایت خانم چه خبریه؟ یه عالمه کار مونده تو زمین. پاشو منم میرم اداره. برگشتم بعد از ظهر با هم دیگه کابینت‌ها رو میریزیم بیرون تمیز میکنیم. سیمین جان خط قرمز من اعتماده. این بدون من ندونم. این که نایت خانم من عروسشونم مجید. چی بهش عروس چیه؟ فعلا که نامزدی هم باد هواست. نایت خانم وای قلبم. چی شد؟ شروع کرد. این ول نمیکنه. دهنش کرد شده. مامان دهنش کرد. مامان دست کرد از اینجاش میاد بیرون. دهنش قفل کنه بعد چوب بستنی بزنه. مرد داره میمیره. الان بمیره ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما جرم کردیم قبل داره جون میده. میگم بشه نایت خانم. جهانگیر میخوره. چی؟ قرص میخوره. از اینایی که ماهواره نشون میده افزایش قد ماشاءالله قدش هم بلنده که قرص ضد افسردگی میخوره بابام. آره الان سرگیجه‌تون رفت شد. خیلی بهترم. اینا رو ول کنید. باباتون یه مشکل اساسی داره باید اونو بفهمیم. چشم. من نمیدونم. پدرتون رو شاد کنید. سیمین جان قصه نخور عزیزم. اینا رو بسپر دست من آقا جهانگیر رو برای تو ردیف میکنم.
آقای صبوری، تو این منطقه به ازای هر یک نفر 2 تا قلیونی هست، ولی تو شعاع 5 کیلومتری 1 کتاب فروشی نیست. آقای صبوری بذار اینجا کتاب فروشی بمونه. اجاره رو زیاد میکنی؟ یعنی برات فرقی نمیکنه اجارت از پولی باشه که جوونا بابت کتاب میدن یا 2 سیب؟ حالا 2 سیب خالیه که نیستن، ولی 2 پر نعنا بریزی روش پوک سبکم بزنی نعنا نسوزه محشره. این قفسه ها بمونه باشه اینجا لازم دارم. بله. چون این بالا بخوام چی از این تن قلیونای چوبی بچینم با سر قلیون. درست. پایینم زغالو از این جلای آتیشا. این ردیفم تمام توتون و تنباکوهای جدید اومده، اصلا حرف نداره. همه رو پر میکنم اینجا. بله. کی به اینجا رسیدیم؟ از وقتی چکت برگشت خورد. گفتم چکت برگشت خورد. آقای صبوری کی چک ضمانت رو میبره بانک برگشت میزنه؟ من یه همچه آدمیم؟ اون چکتو خرج کردم یارو رفت برگشت زد. نای جون بزن دیگه. حاجی خوب من پایین گفتم دارم یوگا کار میکنم، کسی مزاحم آرام میشه من نشه. خدای خودت فایروالا این پسر از اتک دشمن حفظ کن. الان چیزی میخوای که اینقدر مهربون شدی؟ مهربون؟ من نمیدونم چه دنیای عجیب شده، هر کی برای کسی کار انجام ده عین میزنه که در قبالش یه چیزی که میخواد. والا یعنی چیزی نمیخوای؟ ببین دست برغذا یه کار کوچولو، اداره محیطبانی کلو حق کن. این همه کار کوچیکته؟ آره یه کار کوچولو. اون وقت برای چی؟ ببین برای دختر مهین، دختر وسطی خواستگار اومده. برای شهین؟ نه برای لیلا، پسر کارمند اداره محیطبانیه، یه پای حقوق داده. میخوام ببینم درست گفته یا قپی ناشتاست. بابا نایی جون من یه سایت دولتی رو کنم که ببینم طرف قپی اومده یا نه، بعد منو میگیرم به 1000 روش اذیت میکنم. این کار من نیست مهربون. برو یه راه دیگه پیدا تو فکر کنی نکردم 2 نفر قبلا فرستادم در خونه همسایه‌ها، منتها انقدر سفتم مغر نیومدن. منم خب یه زن دستنا چیکار میتونم بکنم؟ مفلیسی کار من نیست. چی منو باش چه توقعی دارم از تو واسه بابات قدم قدم برنشی واسه من برداری. من چیکار میتونستم برای پدرم بکنم که نکردم؟ خاک تو اون سرت بابا. پیاما و پیغاما و SMS های باباتو چک کن، هک کن، ببین بالاخره این آدم یا یه مشکل مالی داره یا یه مشکل اداری داره که قرص میخوره، یا شاید هم با یه زن دیگه در میونه. ها؟ با یه زن دیگه در میونه. غیر ممکنه. من پدرم عاشق مامانته. آره مامانمه. خیلی جمله آشنایی گفتی. آخرین باری که من این جمله رو شنیدم الان اون طرف داره بچه‌های مامان جدیدش رو بزرگ میکنه. به آرامشت برس. من نمیتونم خلاف مقررات رفتار کنم. نمیتونم جفتتون رو با هم بفرستم مرخصی. آقای قاسمی شما تشریف ببرین، هر وقت برگشتی خانم بیات برن. خانم معسله، مگه میشه جدا جدا رفت؟ من عذرخواهی میکنم. در قوانین مؤسسه برای معسل شما چیزی لحاظ نشده. وقتی میگم عشق و عاشقی در محیط کار ممنوع، برای امروز گفتم. خانم میخواین از معسل دور کاری کنیم؟ شما وسط مؤسسه کار نمی‌کردین، حواستون با هم دیگه بود. الان میری معسل برای من کار میکنی؟ خانم ما هیچ وقت روابطمون رو قاطی کار نکردیم. چه جالب. اتفاقا من در این زمینه یه خاطره‌ای دارم. کی رو فتوکپی شناسنامه مشتری قلب کشید گذاشت لای پرونده یادش رفت؟ خودتون بگین. بعد شما پرونده رو داده بودید به مشتری، فکر کرده بود شما برای اون قلب کشید. چقدر روحیت ماشاءالله خوبه برای کسایی که قرار معسلشون تو مؤسسه بگذرونن. شما این بار مرخصی بدین، من دیگه تا آخر عمرم مرخصی نمیرم.
حتی مرخصی زایمان. بله خانم، من خودم همینجا با دندونام بند ناف بچه رو میکنم، ولی ایشون مرخصی نمیگیره. سیمین جون سخت نگیر، بهشون گناه دارن. شما خود صبح نیم ساعت دیر اومدی. برگه مرخصیت رو میزم ندیدم. چشم، مینویسم میارم خدمتتون. آقا چی داری میخواد؟ نوه میخوای شما همین الان نوه رو شما تو بغل خودت احساس بکن. راجع به دیگرانی باشه چی داری؟ آقا من با بهار صحبت میکنم، نوه من بهار صحبت میکنم. شما اجازه بده؟ اگه میخواستی راضی بشه تا الان 20 طوله داشتی. یعنی شما دارم ما همستری یه چیزی شما میگی یا مادر جان ببین بهار من خیلی دوست داره، من عاشقانه من دوست داره. فکر نکنم مثلا مشکلی واسه وجود داره، فقط مثلا بهار میگه که بذارید زندگی ما یه ثبات خاصی برسه و حالا مثلا راجع به اون مسائل دیگه هم صحبت میکنیم. بعد مثلا مادر من اصلا 90% اوقات بس رو کاناپه داره میخوابم. الو مادر جان، الو. انقدر به این معاونت رو دادی که از من برگه مرخصی میخواد. الان با دوباره شو اتفاقی افتاد دقت نکردی. الان بانک با خونه اشتباه گرفته، یا باید در نمیزنی میای تو، مثلا خونه در نمیزنی ایراد باید بانکه، باید در بزنی اتاق ریاست. اوکی، شب متکا و پتوتو میذارم رو کاناپه، در نزنی منو بیدار کنی. شما الان یه ذره بی خود حساس، شما الان نامه مرخصی خودم میذارم رو میزش. تو اگه لیاقت داشتی که معاونت من بودم، اون زنم روشو زیاد نمیکرد. من انتخاب نکردم. من چی کارم مثلا من نشسته بودم تق یه خانم رفت اونجا نشست. کیه؟ مثلا معاون. من انتخاب نکردم. بعدم یه ذره مثلا ریختن به هم. بگو چرا؟ این مثلا خونه عموی اینا رو مثلا توقیف کردن. ما داریم نامه میذاریم رفت توقیف میکنیم. مشکلی نداره. به تو چه که نامه بزنی؟ خوبا بدهیشونو به بانک میدادن، این حق مردمه. به سلامت روان کارمند من در مخاطره. اینی من باید برای نظر بگیرم. اوکی، شب میدونی متکا و پتوت کجاست؟ فقط در نزنی سلامت روان من به هم بریزه. نه اصلا ببین این نامه رو مثلا داشتیم الان مثلا این نامه رو تنظیم کردیم نامه ندیدیم. نامه اصلا مقتول. میخوام کنف شدنشو ببینم. همین الان بهش زنگ بزن بگو. اصلا این کار انسانی نیست. اصلا کار من در شأن من زن مثلا بیاد اینجا زن کنف من کار نمیکنم. گفتی زنگ میگه زنگ بزنیم مثلا الان پیش پاد مادر زنگ زد خیلی سلام ویژه‌ام رسون برای شما مثلا یه خاصه خیلی ناچیز میخوام چی میخوام میگه نوه میخواد. بگو شنبه بیاد میارم. گفتم برو زنگ بزن، بچه‌رم یه کاری میکنی. خمسان بانی تشریف ریاست. عرض کردم تشریف بیارید ریاست. همین وقتی که شما من نمیگیری، همین وقت من برای احقاق حقوق حقی مردم بذارم. باشه، این حرفا رو جلوی کسی دیگه بزن. بله آقای میخچالچی، امری داشتین با من؟ عرض میکنم خدمتتون. ببینید مدیون منو 10 بدتر من باشید. اگه فکر کنید من صد خودم نذاشتم، واقعا نمیشه رفت توقیف نمیکنن، کار نمیتونم بکنم. یه درصد احتمال نداره من کاری بکنم. من بخش متوجه نشدم این چی رو؟ ببینید میگم مدیون منو بدتر از من باشید. اگه فکر کنید من صد نذاشتم برای شما، من میگم کار نمیشه، یعنی رفت توقیف نمیشه، ملک توقیفه. بله دست شما درد نکنه. من که البته باید تلاشمو بکنم، چون به هر حال ما داریم تو اون خونه زندگی میکنیم. بعد این اجاره‌ای هم که میدیم به عموم خیلی ناچیزه. جهانگیر مثلا تو وضعیتی نیست که ما بخوایم جابجا بشیم و دوباره بخوایم دنبال اجاره و فلان و اینا باشیم و اینا. یه ذره افسرده شده. میخچالچی یه کاری به خاطر من برای سیمین جون بکن دیگه. باش بشه. من نامه رو نه نمیشه. کار من نیست، در توان من نیست. من بود مال شما، ولی به حال مردم رو باید ببینیم. مردم ای وای، اونم همچین روزی که گفت میخوای جشن کوچیک برای آقا جهانگیر بگیریم این خبر بعدو شنید. خب اشکال نداره، یه ذره زودتر برو. من مطمئنم بهترین درمون افسردگی آقا جهانگیر خود تویی. خانما همزمان یه قدرت عجیبی دارن، همزمان همونطوری که میتونن باعث افسردگی، نابودی، بدبختی، بیماری، داغون شدن، ابطال آقای باشن،
همون لحظه میتونن باعث درمان، یعنی شما همزمان هم دردی و هم درمان. برو بازم میکنه ولی بهار بره شوهرت برس. برو یکم به خودت برس. منظورش اینه بگم به خودت برس. این چه سر و وضعیه که برو آرایشگاه یه قیافه‌ای برای خود درست کن دیگه. منظورت این بود دیگه؟ نه من کار خاصی ندارم. دختر عروسم گفتن شما بیا، ما هیچ کاری نداریم. قرار من مثل ملکه ها برم دست به هیچی هم نزنم. خانم میخچالچی، نه حالا این باغ زندگیمون به ثمر نشستم. من این نرمیه باید من نوه برای بچه. شما بچه باید نوه باغ زندگی آباد مفت. خیر سرم میخواستم یه کاری کنم یه شب. ای بای ببن. خبره چیکار داری؟ گروهان میخوای شام بدین؟ اینا ببینم. خوبه واسه پختن کیک هم من کمک نمی‌خواستم. اینا کی می‌خواست اینو گردن بگیره؟ کیک چوسفیله؟ حالا کیکه که از دست رفت ولی این سوپ خوب خوشابه رنگ شده. این کوفته است. یکی رو سراغ دارم. کارش پخت غذای خونگی و کیکه. زنگ می‌زنیم سفارش میدیم. این جریانم همینجا چال. این عالیه نایت خانم. آره بسپرش به من. آره فقط کیفیتش خوب هست. شما می‌خوام بگیم خودمون درست کردیم. اینو خیلی مطمئن نیستم. شاید به گرت پای شما هم نرسه. ولی بدی نیست. ولی من ترجیح میدم اینو همینجوری سر سفره سرو کنم تا که بخوام تقلب کنم. خیلی خب بابا نایت خانم من سفارش میدم. ملیسا جان تو قرار عروس این خانواده بشی، یعنی میخوای اولین کاری که تو این خونه میکنی با تقلب باشه. سجیده جان تو اگه اون دهن تو ببندی که کسی متوجه نمیشه. با هم صحبت میکنیم. یه طبقه از اینا هم سفارش بده. سلام، من باز اومدم. سلام، همیشه میگه من باز اومدم، انگار دیروز اینجا بوده. فکر کنم آخرین بار 4-5 سال پیش اینجا بودی. نه من هر وقت از اینجا میرم اتفاقای خوبی تو زندگی میفته. اولین بار 28 سال پیش بود. رفتم خونه، خدا پسر اولیمو بهم داد. دومیش 25 سال پیش بود، خدا دومین پسرم بهم داد. همینجوری بگی برو دیگه. تو 3 تا داری دیگه نه؟ اون یکی رو شوهرم رفت آرایشگاه. خب ماشاءالله هزار ماشاءالله از همیشه جذاب‌تر و قشنگ‌تر اومد. خوبه تو این صنف همه همکارا دستشون انقدر سبک نیست، وگرنه ما دچار مشکل ازدحام جمعیت می‌شدیم. خب حالا اومدی کوتاه کنی یا چی؟ ببین تو که غریبه نیستی. شوهرم یکم افسردگی گرفته. آره پیشنهادت چی کار کنم حالش خوشه؟ ببین یه پکیج ویژه دارم، توش کوپ داره، اونم یه کوپ خاص، رنگ داره، یه رنگ خاص، کراتین داره، اونم از نوع شلاقی. کنارش یه میکاپ خلیجی که اصلا همجور خود به خود تمپرچر رو میبره بالا. بعد تمام گرفتگی‌های قلب و عروق باز میکنه. تمام این انقباض‌های جسمی، حرکتی عضلانی رو منبسط میکنه. انگار اصلا آب رو آتیش. این خوبه. آره خوبه. 32 تا میشه. 32 میلیون؟ آره دیگه میلیون عزیزم. من شلوغ میکنم دیگه میدونی که حالا همچین افسردگیش حادم نیست. یکم افسردگی داری، برای اون چه پیشنهادی داری؟ ببین یه پکیج دیگه هم هست، البته به این کاملی نیست. رنگ داره توش، کراتین داره، با یه دونه میکاپ اسموکی تو. این خوبه؟ اوکیه. چون شمایی 18 تا 18 میلیون. بی خودی شلوغش میکنم دیگه. یه اخلاق همینجوری افسرده که نیست. یه ذره بی‌حوصله است. برای اون چی داری؟ ببین کن اینجور بگم تا 1 تومن، 1 میلیون چقدر؟ تومن؟ چی؟ سرسو بشوریم و یه بادم بگیریم روش. چطوره؟ اون که اونم خودم میتونم انجام بدم. بله که میتونی. اصلا الان هرچی فکر کنم اینم بی خودی اومدنم. والا بچه ها جشن گرفتن دیگه، شام و بریز و به پاش و همچین کیک و اینا. کادو ای با کادو اصلا یادم رفت اصلا میخواستم تماس بگیرم. وای ببخشید. الو مجید جان. سلام ماما. مجید جان ماما کادو یادت نره؟ نه خیالتون راحت، یادم هست. بله فقط چی؟ پول نداری؟ نه پول که هست. حالا میخوای شما هم یه مقدار بزنید برای احتیاط، عیب نداره. خیلی ممنونم مادر جان، خیلی ممنونم. خداحافظ. مامان بودن؟ بله. چه خبر؟ سلامت. من حرف تو حرف اومد. چی داشتم میگفتم؟ فرمودین شما خاک بر سرت میخوام زن بگیرم. چی؟ گفتین خاک بر سرت میخوام زن بگیرم. من میخوام زن بگیرم، به تو چه که خاک بر سر تو؟ منم متوجهش نشدم. یعنی چی؟
آره یادم اومد. ببین پسرم، ببین میخوام منطقی باید صحبت کنم. ببین بیا دست این دختر منو بگیر، برداریم برین سر خونه زندگیتون. این دختر تا هست اجازه نمیده من جای خالی مادرشو با گزینه مناسب پر کنم. من تنهام گناه دارم. میخواین من باشون صحبت کنم مشکل مرتفع بشه؟ من رو ملیسا خیلی تسلط دارم و حرف منو گوش میده. پسر جان شما تنبون خودتو نمیتونی بکشی بالا. تسلط دارم رو ملیسا؟ تسلط دارم. شما خودت مرتفع تری مشکلی خونه ای. 2 سال نامزد کردیم بس نیست؟ میخوای نشونت بدم؟ چیو؟ نامزد کنم 5 دقیقه میبرم. بردار ببر. بله چشم. من راستش متاسفانه هنوز شغلی متناسب با رشتم پیدا نکردم. فعالیتم هم تو فضای مجازی هنوز به درآمدزایی نرسیده. من فقط هر ماه دارم پول ادمین میدم. آخه لای بمیرم. من فقط یه سوال ازت دارم. میخوام بپرسم ازت، مرتداری شد رشته؟ خیلی خوبه. خوبه؟ شما شاید تا 20 سال دیگه مرتب پیدا نکنی که مدیریت کنی. بدبینانه. من چیکار کنم؟ من تنها. من چیکار کنم؟ من تنها. بله کاملا فشارم بفهم. منم دقیقاً شرایط شما رو داشتم. شما با 32 تا فالوور میخوای خرج دختر منو بدی؟ 33 تا. آقا من خودم حساب نکردم. خودتون حساب کنید. من روانی نیستم برای یک نفر. من ولش کن یک نفر رو. آقا تو بیا، من خودم بهت پول میدم، برو یه خورده فالوور فیک بخر، اینجوری آبرومون نره. آقا سر خودم که نمیخوام کلا بذارم. ذهن من پر از شعرهایی که پدرم از حافظ و سعدی در مورد صداقت به ما گفته. آخه ذهن منم پر از اشعاره. میدونی کدوم شاعر؟ نه. ایرج میرزا که در وصف تو پدرت گفته. فقط توجهی؟ من نگاه میگم من تنها، میفهمی؟ بله من بیام بچسبم بهت؟ چرا؟ نه بچسبم که بفهمی تنهایی چقدر سخته. میخوای؟ نه من خواهش میکنم. من دارم معذب میشم. یه کار کن، بیا تو گاراژ خودم کار کن. باور کن عین مرتداریه. متوجه طنزتون نشدم. ببین یه عده اونجا هستن پول مفت میگیرن میچرن، تو هم بیا بچر. میخوای؟ میچری؟ درست اوضاع مالی رو به راه نیست، ولی با احترام من ترجیح میدم مستقل باشم، پا رو غرور خودم نذارم. قربونش برم من. غرورشو بگردم. خیلی مغرورم. شق مغرور جذابی. آفرین غرور عزیزم. مغرور من جان. شما لطف کن تکلیف دختر منو مشخص کن. تکلیف منم مشخص کن، میفهمی؟ چون اگر این کارو نکنی مجبور میشم خودم تو رو از دخترم مستقل کنم. کلا مستقل چی بری بر خودت. مطمئن باشین همه چیزو درست میکنم. قول میدم ملیسا رو خوشبخت کنم. قول میدم. چه خبرته شه؟ ما امشب داریم یه جشن کوچیک برای پدرجان میگیریم. شما هم تشریف میارین؟ جشن کوچیک ها؟ بلند شو چشمم دور شو. چرا؟ من آخرین باری که تولد داداشت اومدم دیگه اون آدم سابق نشدم. آخه کی تو تولد شاهنامو خونی میکنه؟ خوبه که خود فردوسی تو تولد خودش ساسی گوش میکرده. آخرش دختر منو تباه میکنی. آینده با طلا میماند، زرپاده. عالی شد. نباید جای منم تصمیم میگرفتی. من کوفته‌های خودم رو ترجیح میدادم به این کوفته‌های تقلبی. عزیزم تو 22 ساله که دختر این خانواده ای، بالاخره با اون اخلاق گندت کنار اومدن. این منم که تازه واردم. ناهید جونم که دست به سر کردم رفته. از کجا میخوام بفهمن؟ نذار آبروم بره. به سیمین جون چیزی نگو. من نمیتونم دروغ بگم. پس خفه شو. حالا که اینجوری شد حتما میگم. من که خواهری ندارم. به خاطر من. خیلی خوب دیگه. سلام سیمین جان. زدین کیک و غذا رو خراب کردین، داری از هم تشکر میکنی؟ شما از کجا فهمیدین؟ ناهید خانم چیزی رو بدون مخابره نکنه. تازه گوشی خودش هم شارژ نداشت، با گوشی آقایی بهم زنگ زد. من میخواستم بهتون بگم، الان خیالم راحت شد. الان مسئله ما غذاست. خیر. مسئله ما کیکه. خیر. مسئله‌مون چی بود؟ جهانگیر خان. بله. شادی باید شد. پدرتون رو شاد کنید. بله. میفهمی؟ سلام دلاری تو خونه. مامانی من در مورد پدر یه چیز مهمی رو باید بهتون بگم. ول کن سعید ول کن. مسئله اینا نیست. بیا اینو بگیر باباتو شاد کن. من با این چجوری بابا رو اومد طبیعی باشی. فردا بیا سپیده بیا. بودو سعید بیا. ملیس بیا. بزن 1 2 3.
آقا منوچ هستن از خوبای شرخر، دم در دنبال آقا جهانگیر میکشن، آوردمشون تو. کجاست این جهانگیر؟ چه خشن. این چه گفول میکنه اینجا؟ یا همینجا پولش کنم؟ الان من نفهمم چیه این چک جریانش چیه ها؟ نه این چکه، فقط کارشون رو زود را بندازین، یه سرویس هم باید بره اقدسی. آقا بفرمایید. آقای شرخر امشب چون سالگرد پدرم کوفته. ول کن سفیده، ول کن مامان، ول کن. شنیدم چه قواسه کیک و کوفته زحمت کشیدی. از جلو در تا اینجا همه رو مخابره بمیری. اومد آقای شرخر، خیلی طبیعی رفتار کنید. تو رو خدا جلو پام هیچی نیست. مستقیم برو. مستقیم. خوبه سیمین پدر اون مامان نیست پدر. این کیه؟ نمیدونم، چهرهشون اصلا آشنا نیست. جهانگیر تویی؟ بله خودشون اصلا جهانگیر عدی پدر خانواده. گنده نکن برا من. چش کوچیک چش ریز. نه گنده نکن. مال عینکمه، گنده نشون میده. ببین این چکت پول نشده، منو فرستادم بالا سرت پولش کنم. شنیدم آدم خوبی هستی، غم نیمچه پنجه بسکو از تو ماشین نیاوردم. برم بیارم؟ من برم بیارم؟ مجید نفهم. شما که به خاطر یه غمه به ما دروغ نمیگین. من که نگفتم پاسش نمیکنم که. یه چند روز به من مهلت بده، چشم پاسش میکنم. نمیشه اسکنتق کن بیاد. پول بطری خالی داری؟ بطری خالی برای چی؟ الان میارم. بطری خالی برای چی؟ ناهید خانم رفت بیاره. جان آوردی واقعا؟ آورد. ببین بهش فرصت بده، در اولین زمان چک تو رو پاس میکنه. تو رو خدا این دفعه رو به خاطر ناهید خانوم یه کوچیک ارفاق میکنم، ولی دفعه بعد دست خالی نمیام. وای نخور میره تو گلود. شیشه رو خورد. شیشه میخورد. دل و روده مری نای همه بیا بریم اقدسیه، میمونی تو ترافیک. بیا بریم. سیمین جان این کی بود؟ بابت اتفاقی که افتاد عذرخواهی میکنم. نباید اینجوری میشد. خودی بزرگش میکنی جان. یه شرخر ساده است دیگه. شرخرم نمک زندگی. ممنونم از حمایتت سیمین جون. من واقعا خانواده خوبی دارم. تو خوبی که ما خوبی. نه جدی میگم، من بهترین خانواده دنیا رو دارم. تو بهترینی که ما بهترینی. تو تمام این سالها همه سعیمو کردم که براتون بهترین رو فراهم کنم، ولی میدونم که بهترین نشد. تو بهترین نشدی که ما بهترین نشدیم. ول کنین. کادوتو دوست داشتی جهان؟ آره خیلی. دستتون درد نکنه. مبارکت باشه. به هر حال میدونی که با پول کتاب فروشی نمیشه زندگی رو چرخوند. اوضاع خونم که بیخ پیدا کرده، فکر کنم اعتراضمونم به جایی نرسه. بس اوضاعمون بدترم میشه. ما غریبه این پدر؟ پس چی شد؟ خانواده، کوه،
چرا نگفتین اوضاع مالی اینطوریه؟ حتما باید شرخر بیاد تو خونه؟ گفتم ملیسا جان گفتم. جان ببخشید یه دقیقه اون بردار. چرا؟ یه دقیقه اونو بردار. یه دقیقه اونو بردار. همجوری مخابره کن. نگفتم بهت اینا فردا میشه تو زندگی نقص، باعث سر صدا جدل. ول کن، بذار سرجش. ببخشین جهان جان. بسلام. حالا الان که فهمیدی چه کاری از دستت ساخته است. دیگه دست رو دست هم نمیذاشتیم که پدر من شده بود فرش زیر پامونو بفروشیم، میفروختیم کنار شما ایستادگی میکردیم. شما فرشای ما زیر پاتونه، مال خودمونو میفروختیم واسه خود ما ایستادگی میکردیم. یعنی ما الان داریم میریم زیر خط فقر؟ دخترم ما الان 6 ماهه که زیر خط فقریم. اون 2 تومنی که گذاشته بودین بانک چی شد؟ بابت اون 2 تومن بانک ماهی 24 تومن بهمون سود میده که یه چیزی هم میذاریم روش، قسط خود بانکو با خرج دانشگاه سپیده رو میدیم. این بده دیگه مادر من. واقعا سودی که داره میدین متناسب با جیب ما نیست. ببخشید که بانک متناسب با جیب خودش سود میده، نه با جیب ما. توی این مدت هر کاری که تونستم کردم. سعی کردم که شما چیزی نفهمین و از هر کی که تونستم پول قرض کردم، ولی دیگه فایده ای نداره. کاری از دستم بر نمیاد. دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. تا اینکه امروز با خودم فکر کردم شاید بهتر باشه که بریم پیش اون. چی؟ سیمین جون، میدونم که ازش متنفری، ولی شاید بتونه کمکمون کنه. نه سیمین، برای آخرین بار، آخرین دفعه است، قول بهت میدم. شاید یه راه حلی بذاره جلوی پامون. ها؟ نه سیمین جون، اوضاعمون اصلا خوب نیست. نه جان. سیمین. نه مامان. نه مامانی. نه مامان جان. باتون. سیمین جان، میریم پیشش، حرفش رو گوش میکنیم. حتما که نباید عمل کنیم که، ها؟ اصلا همه دست جمعی با هم دیگه میریم، ها؟ خرد جمعی، ولی در نهایت تصمیم آخر خودت بگیر. باشه؟ قبول. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all.
after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. میخوام برات داستان بگم، گوش بده بدون زیاد و کم. بگم برات از سوال ذهنیم، سوال مهم کل زندگیم، که اون چیه که خراب شده، اون مقصدی که سراب شده. بدونم دلیل گمگشتگی و بفهمم آخر راز زندگی. قدم قدم تو فکرش بودم، لای کتابا شده بود خونم. رسیدم به هر کی ازش پرسیدم میشه راز زندگی رو بدونم. هر کتابی پلی شد زیر پام، آدما رو شنفتم از لام تا کام. خیلی جوابا خفم بودم ولی اونی نبودن که من واقعا میخوام. گذشتم از 7 دریا، 7 آسمون کوه صحرا، رفتم تا آخر دنیا، اونجا رسیدم به یه روستا. دیدم اونجا همه شاد شاد شاد، میگفتن هرچه باد آباد، زندگیشون آباد آباد و از ته جان آزاد آزاد. گفتم به سلام و صد سلام، شما رو میدیدم تو رویاهام. چیه ماجرای راز زندگی، به من بگویید این پیام. همه گفتن بهم یک کلام، باس بری پیش جادوگر و سلام. دانای کل دانایان و باخرت ترین کل جهان، اونی که میدونه دردارو نگفته میخونه حرفا رو. برای هر سوال تو ذهن هر کی هست اون داره همه جوابا رو. گفتن جادوگر رو نشونت میدیم، دستمو گرفتن و گفتن بیا بریم اینجا پر از راه و کوره، راه تو نمیدونی تنهایی از کجا باز بری. رد شدیم از لابلای جنگل و جلو پام دیدم یه کوه بلند، یه مسیر جادویی رو به نوک قله و اونا که بام بودن گرفت غیب شدن. پاشنه رو برکشیدم، دویدم به سر کوه رسیدم. روی تختی از پر طاووس هیبت جادوگر رو من دیدم. زانو زدم از خستگی، گفتم جادوگر میشه منو ببینی و این رنج رو از وجودم بگیری و تو بهم بگی راز زندگی. انگاری منتظرم بود بدون سوالی و حرف اضافی، و قصه یکی بود و یکی نبود، این گونه لبان به سخن گشود. جادوگر بلند شد و روبروم ایستاد، این گونه به سخن ادامه داد که چند تا ابر سیاه تو هوا چرخی زد، یهو طوفان شد و رعد و برقی زد. جادوگر چشماش خیره به من بود و راز زندگی رو بلند داد میزد. جادوگر وقتی حرفاش تموم شد اونجا نبود، برقی زد و آتیش گرفت و رفت هوا شد دور. شنیدم راز زندگی رو با همه وجود، میرفتم به سمت پایین کوه از کنار رود، در حالی که یه شیار ریز رو فرق سرم بود و یه گل زیبا ازش بیرون اومد بود. در حالی که یه شیار ریز رو فرق سرم بود و یه گل زیبا ازش بیرون اومد.